یک تا حدیث هم خوندین او دفعه که پیغمبر صلی الله علیه و سلام همون روز شیر خوردن کو در روز روزی عرفات بود. عرفه روز این حاجی ها نداریتان، روزی عرفه عبادت دعا کنیتان. تا روز عرفات هم مقصد می شود و بعد از عرفات عرفات روز نه عرفات ممکن نیست. نه، روزی خب عرفات نداشتن بهتر است. حضرت عبدالله ابن عمر گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کردن در عرفات روزه نداشتن. حضرت ابوبکر حج کردن در عرفات روزه نداشتن. حضرت عمر حج کردن در عرفات روزه نداشتن. و انا لا اصومه، من هم روزه نمیدارم. ولا امر بصیامه، برای روزه داشتن شخص حاجی در عرفه امرم نمیکنم، ولا عنه نهی هم نمیکنم. یکی یگان حاجی اگر رفت و روزه دارد ندارم نمیگم، یکی اینه داند که پیغمبر روزه نداشتن، ابوبکر نداشتن، عمر نداشتن، من نمیدارم گفتن و به روزه ما داشتن امرم نمیکنم. یعنی نداشتن بهتر است، چون که پرقوت شده دعا کنید. من آدم بی روزه بی قوت است، آدم روزه دار بی قوت. نه قرآن ابن مسعود رضی الله عنه میگفتن که من روزه نمیدارم، یعنی روزه های نافله، چون که من روزه دارم قرآن خونده نمیتونم گفتن. بی قوت خودشان آدم معده چه خراب بودن، روزه دارن با بی قوت شده قرآن خونده نمیتونستن. قرآن خوندن ثوابش کلان است، یا روزه داشتن قرآن خوندن ثوابش کلان است. برای همین قرآن میخوندن. یعنی این در غیر روز عرفه روز عرفه غیر حاجی ها باید داره، لیکن حاجی بهترش تمام خوب خورد، کافی خورد و هوشیار شده دعا کند. روز غنیمت از روز اونجا راست خواب زیر میکنه. برای همین هوشیار باید ایستاده غنیمت دانسته دعا کردن کار. هم شما هم در روز عرفه هم در وادی عرفات. ما بیچاره ها فقط در روز عرفه هستیم خلاص، در وادی عرفات نیستیم. برای همین فرصت غنیمت دانید برادر.